دم غروب گوسفندا از چراگاه برمیگردن. الان دیگه برمیگردن، شب میان خانه، بعد با صبح بیرون میشن از خانه. یکی میشن اینجور گله، هر کدوم 10 تا 20 تا گوسفند دارن روستاییان. یه هم معبدهای چرای اونا، کوها و دشت‌ها معبدهای چرای هستش. قاسم بیا، قاسم کار دارم، بیا. خسته نباشی. خوبی؟ کو اولاق تو، کو خر تو؟ خب بالاخره هم باره بره بله چیز هستن. بس نگی دیگه. یعنی چوپونه نگی، یعنی چوپون دیگه فرق نمونه، کار نداره بابا. اینا الان دم غروب هم برن به خانه گوسفندا. با صبح از خانه یکی بیرون میشه تا یه جو گله میشه و بعد مرن بیابون به چرا.